درود دوستان، وقت همگی بخیر. توی این ویدیو قرار با هم دیگه نحوه اتصال کیف پول رو به ربات پیکسل تب ببینیم که به چه شکله. تفاوتی که پیکسل تب داره با ربات های دیگه، باید داخل دو قسمت بهش کیف پول رو متصل کنید. یک قسمت که داشبورد ربات هست و این قسمت هم کیف پول اصلی خود ربات. اول من کیف پول اصلی ربات رو با هم دیگه متصل میکنیم. اینجا لیست صرافی ها و کیف پول هایی هست که خود ربات برامون داره نشون میده، ولی طبق اطلاعاتی که منتشر شده بهتره که OKX Wallet رو انتخاب کنی یا متاماسک. دلیلش هم پشتیبانی کردن از شبکه اتریوم یا همون ERC20 هستش. من قراره که OKX رو به رباتم وصل بکنم. اینجا دو تا OKX میبینید. OKX Wallet رو شما باید انتخاب بکنید. کلیک میکنم روش. اگر که از قبل OKX Wallet رو داشته باشید روی Yes میزنید. اگر که نه، قرار یه دونه درست بکنید، روی Create Account میزنید. حالا من از قبل دارم این OKX رو و دانلودش کردم، ولی خب فعالش نکردم. روی Create Account کلیک میکنم. خب حالا اگه شما دانلودش نکردینه، باید دانلود بکنید، نصب بکنید، بعد این صفحه واسهتون ظاهر میشه. روی کانکت والت کلیک میکنید. OKX والت گزینه اول. اینجا شما باید اول حواستون باشه روی والت باشه، بعد روی کریت والت کلیک میکنید. این دکمه سفیده. خب مجدد اینجا سوالی که داره از من میپرسه، میگه میخواین رمزتون اثر انگشت باشه، که اگر من انیبل رو بزنم رمز کیف پولم رو اثر انگشتم در نظر میگیره. اگر که کنسل بزنم باید یک رمز دستی رو انتخاب بکنم واسش. من انیبل میزنم و از حسگر اثر انگشت استفاده میکنم. اگر که گوشیتون حسگر اثر انگشت نداره، اینجا شما باید کنسل بزنید. خب اینجا شما واسه این که اون 12 کلمه ریکاوری اکانتتون رو، ولتتون رو دریافت بکنید، باید روی این منوال بکاپ کلیک بکنید و خیلی هم مهمه روی کاغذ یادداشتش بکنید و دست یه جای امن بذارینش و دست فرد غریبه هم نباید باشه. این دکمه بالا اسکیپ من میزنم. مجدد دادم اثر انگشت میخواد. خب اینجا اگر این وسط تصویر کلیک بکنید، اون 12 کلمه سری ظاهر میشه. من ویدیو رو استوب میکنم که بتونم اون کلمات رو یادداشت بکنم. بعد از اینکه این 12 کلمه رو یادداشت کردید، روی این دکمه سفید که کلیک بکنید توی صفحه بعدی 3 تا سوال امنیتی ازتون میپرسه که مطمئن بشه شما کلمات رو دریافت کردینه. اون 3 تا کلمه رو اون 3 تا سوال رو جواب بدید و مجدد داخل صفحه بعدی من ادامه توضیحات رو انجام میدم. که اون مراحل رو رد کردید، وارد این صفحه میشید. پایین روی مای asset این قسمت کلیک بکنید. گزینه اول USDT رو انتخاب بکنید. این همون ارزی هست که ما باید آدرسش رو توی شبکه اتریوم کپی بکنیم. خب اینجا دو تا موضوع هست. این روی اتریوم باشه و سپس روی این دکمه کلیک بکنید که آدرس کپی بشه. با بک زدن از ولت خارج نشین. به این صورت خارج بشین و برین وارد ربات بشید.
من مجدد اینجا کیف پول و OKX ولت رو انتخاب میکنم. ما دیگه الان ولت رو ساختیمه و باید روی یس کلیک بکنید. اینجا همون آدرس رو من کپی میکنم، مجدد. خب بسیار خوب، این مرحله اول آدرس ولت هم بهش دادیم و متصل شد. حالا قسمت داشبورد مونده. شما میتونین به تنهایی از این قسمت وارد داشبورد بشین، ولی بهتره که با لینکی که درون خود کانال واسهتون گذاشتم و زیر همین پستم قرارش میدم وارد بشین. و دلیلش هم اینه که وقتی از طریق این لینک وارد داشبورد بشین 200 سکه به شما میده و 200 سکه هم به طرف مقابلتون میده و چقدر خوبه که با لینک یه نفر دیگه وارد بشید و هر دو طرف 200 سکه گیرشون بیاد. خب شما توی الان اینجا پس واسه ورود به داشبورد از طریق لینکی که زیر پست میذارم وارد بشید. دیگه از این طریقی که الان داخل ویدیو من انجام میدم انجام ندین، چون من از قبل وارد شدم. روی اسم پروفایلم کلیک میکنم. اینجا روی داشبورد که کلیک بکنید وارد داشبورد میشید. حالا بعد برمیگردم این قسمت ها رو هم واسه تون توضیح میدم. من روی داشبورد کلیک میکنم. اگر همچین صحنه ای من واسه تون ضربه در بزنید مجدد وارد بشید. این دوباره روی لینک بزنید بیاین. بسیار خوب، ما الان وارد داشبورد شدیم. این قسمت بالا منوی کرکری رو که باز بکنید 2 تا ولت باید بهش معرفی کنید. یکیش که مشخصی نوشته تون ولت که همون تون کیپر هستش و گزینه اول که ولت خالی نوشته باید OKX رو بهش متصل بکنید. من اول OKX رو معرفی میکنم. روی گزینه آخر که نوشته OKX کلیک میکنم. حالا ممکنه واسه بعضیاتون مشکلی پیش بیاد که وقتی روی OKX میزنید این صفحه تغییر نمیکنه و دلیلش هم این هست که شما به طور کامل از ولتتون خارج شدینه. اون قسمتی بود که گفتم به صورت بک زدن از ولت خارج نشین، واسه اینجا هم به کار میاد. خب بسیار، من الان چک میکنم مجدد. اینجا روی دکمه سفید کانفirm میزنید، رمز رو وارد میکنید. خب ولت اولی متصل شد. ولت تون کیپر رو حالا من بهش معرفی میکنم. تون کیپر رو مشکل نداره، اگر که از قبل استفاده کرده باشین و داشته باشینش مثل همین OKX ازتون نهایت یه رمز میخواد، چون من از قبل متصل کرده بودم دیگه اون رمزه رو ازم نمیخواد و متصل شد. الان در 2 قسمت ما دیگه کیف پولمون رو بهش متصل کردیم و مشکلی دیگه نداریم. حالا توی قسمت داشبورد باید یه سری کارها رو انجام بدید که بهتون توکن بده و مثل اون قسمت اصلی ربات نیست که با بازی کردن بتونید توکن بگیرید. اینجا باید یه سری تسک ها رو انجام بدید، پروفایلتون رو تکمیل بکنید و در قبال این تکمیل کردن تسک ها بهتون توکن میده. واسه دفعه اولی که شما وارد میشین الان مثل من این آواتار رو نداریدش و سیاه هستش. روی این ادیت آواتار کلیک بکنید. سپس روی حالا نسبت به جنسیتتون یک آواتار انتخاب بکنید. میتونید این پایین هم آواتارهای دیگه رو ببینید. این الان رایگانه و این دوتای بالا هم رایگانه. بالفرض مثال این اگه من بخوام، چون میبینم رایگانه، انتخابش میکنم، روی کلمه وای کلیک میکنم. ببینید ازتون 0 زده اینجا، یعنی هیچ توکنی ازتون دریافت نمیکنه.
به همین راحتی. الان من دوتا آواتار رو دارم، این پایینی هم میگیرم. بسیار عالی. به هر حال توکن این آواتار اصلی من پسر است دیگه. خب یا الان سیوم بزنم. ببینید من لولم 20 بود، دقت کردین اومدم اینجا دو تا آواتار دیگه تیکیشون فعال کردم، رایگانم بودن و یک لول رفتم بالاتر. این قسمت پایین که ادیت پروفایل کلیک بکنید، اینجا هم یه دونه آواتار این قسمت هم انتخاب بکنید. ادیت پروفایل رو بزنید. این قسمت شما تسک ها رو که پر بکنید باید مشخصات خودتون رو داخل برنامه های دیگه وارد بکنید و متصلش بکنید به داشبورد. خب اینجا که یه یوزرنیم اولی، اینجا یه بیوی در مورد خودتون، اینجا کانال یا برنامه تلگرامتون رو بهش متصل میکنید، آیدیتون رو بهش متصل میکنید. این قسمت دیسکورد، برنامه دیسکورد رو بهش متصل میکنید، مثل همون اینستاگرام باید توش اکانتی داشته باشید. توییتر هستش، الان من توییتر رو که هنوز متصل نکردم 200 رو دریافت نکردم. در قبال پر کردن اینا فکر میکنم 200 بودن هر کدومشون. پایینی هم که جیمیل بهش معرفی بکنید باز 200 دریافت میکنید. به همین راحتی. خب بریم سراغ گزینه های بعدی. اینجا کد رفرالتون هستش، بزنید. کدیه که میتونید واسه دوستانتون بفرستید، اینجا کپیش بکنید ارسال بکنید که دوستانتون از این طریق وارد داشبورد بشن. قسمت پت، این هم مثل همون آواتار، شما وقتی میان اینجا سیاهه باید روی چنج بات کلیک بکنید. باز هم رایگان اولی و لولش 0. اینجا میبینید لولش 0 و باید یه هزینه پرداخت بکنید که یک لول بره بالاتر. پایین که بیان میبینید نوشته این قسمت روی دکمه ثبت که بزنید 200 ازتون توکن دریافت میکنه و یک لول ارتقا پیدا میکنه. بات های دیگه هم هستن که باید اگر تمایل داشتین میتونید خریداریشون بکنید. حالا مزایاشون چیه فعلا باید ثبت بکنید و فعلا شما همین قسمتی که رایگانه رو داشته باشید. گزینه چهارم تسک ها، یه دوتا پنجره داره و تسک های متفاوتی داره. بالفرض مثال باید داخل کانال تلگرامشون جوین بشید. توییترشون رو داشته باشید و این پستی که در مورد صرافی بای بیت هست رو باید ریتوییت بکنید. با انجام این تسک ها شما توکن دریافت میکنید. این قسمت در قبال تکمیل این تسک بهتون توکن میده. میبینید که الان واسه من تیک خورده و این تسک ها رو انجام دادم. حالا واسه انجامشون یک کمی وقت گیره و باید با حوصله مراحل رو انجام بدید. بالفرض مثلا من الان این یکی رو انجام دادم و 50% پر شده و 50% باقیش اون از طرف خود ربات باید تایید بشه و مثل این پایینی ها تیک بخوره و من مقدار جایزش رو دریافت بکنم. قسمت بعدی که استیکینگشه. شما الان نشون میده که ما ولتمون رو به درستی متصل کردیم و 5 میلیون من اینجا توکن دریافت کردم. شما شاید این واسه تون 0 بزنه، یک کمی
صبور باشید تا واسه تون محاسبه بشه و دریافتش بکنید. پایینتر میتونید این توکن هاتون رو استیک بکنید. حالا بالفرض مثال الان اینجا ببینید، من اینجا مقدار استیک من الان 5 میلیون دارم رو، بالفرض من 1 میلیون رو، 10 میلیون، خب 1 میلیون رو میخوام استیک بکنم و روی استیک کلیک میکنم. اینجا ازتون میپرسه و مطمئن میشه که آدرس ولت رو درست دادین و روی شبکه اتریوم حتما باید باشه. به نظرم این قسمت کمی صبور باشید، فعلا استیک نکنید. حالا دوست داشتین هم میتونین هم کنجکاوی کنید و انجام بدید و وقتی تایم استیکتون تمام میشه یه درصدی به توکن هاتون اضاف میشه و بازپس داده میشه. بسیار خوب، این قسمت داشبوردم که به طور کامل توضیح دادیم. حالا در مورد این استیکش هم صبور باشه، من اطلاعات دقیق ترش رو که به دست آوردم واسه تون یه ویدیو ضبط میکنم. دیگه فکر نمی کنم توی قسمت داشبورد نکته مونده باشه. برمیگردم داخل ربات تلگرام. این قسمت پایین چیزی که جدیداً اضافه شده، روی کلایم کلیک میکنم. این قسمت اول NFTیه که قراره به کاربراش بده و در حال حاضر من چیزی رو دریافت نکردم. این هم قسمت بعدی، روی نکس کلیک میکنم. اینجا توکنی که محاسبه شده، شاید هم واسه بعضیاتون صفر باشه و هنوز محاسبه نکرده، کمی صبور باشید، پرداخت میکنه و در حال حاضر به من 690 تا توکن PIX FI رو به هم داده. با اون 5 میلیون توی داشبورد متفاوته و اگر که بخوام برداشت بکنم این 690 تا رو، باید 4 روز صبر بکنم. سپس روی کلایم که کلیک بکنید، اینجا شما میتونید آدرس صرافی یا ولتتون رو وارد بکنید و با اون OKX میتونه متفاوت باشه، چون این قسمتی هستش که کیف پول مقصد رو ازتون میخواد و اینجا هم نوشته که کلیه صرافی های متمرکز رو و حتی ولت ها رو پشتیبانی میکنه. بعد از اینکه کیف آدرس مقصدتون رو اینجا پیست کردید، یس رو میزنید و این دکمه روشن میشه و برداشتتون رو انجام میدید. قسمت های دیگه هست که واسه تون میتونم توضیح بدم. قسمت لول هست، واسه اینکه خیلی مهمه لولتون بره بالا و لول مکسش 10. من الان اگر روی لول کلیک بکنم، یه سری تسک ها رو توی این لول 8 من باید انجام بدم که برم لول 9 و 3 تاشو تکمیل کردم و یک قسمت دیگهش مونده. اینجا قسمت اولش باید 3 میلیون سکه داشته باشید، توی 25 تا نبرد پیروز شده باشید، 10 نفر رو دعوت کرده باشین به این ربات و این 5 تا قسمت پروفایلتون رو تکمیل کرده باشید. این 5 تا قسمت پروفایل داخل قسمت داشبورد بود. بک میزنم اینجا نشونتون بدم 5 قسمت اینا هستش و حتی انتخاب این آواتار. قسمت بعدی اینجا من کلیک میکنم. اینجا یه سری شانس هایی که داخل گردونه شانس دریافت کردینه میاد اینجا. یه سری
سرعت ماینرتون رو واسه یک زمان محدودی ارتقا میده. میرم توی قسمت گردونه شانس که اینجا هستش، توی قسمت ریوارد، این گزینه آخر سمت راست، گزینه اول. اینجا شما روزانه میتونید 2 تا شانس رو خریداری بکنید، هر 24 ساعت 2 تا بهتون میده و بعد از اینکه خریداری کردید روی این دکمه کلیک بکنید، این گردونه چرخیده میشه و شانسی یک قابلیت رو بهتون میده. حالا اگر شانسی این قابلیت رو دریافت کردید، سرعت ماینتون رو 3 برابر میکنه به مدت 1 روز و باقی قابلیت هاش هم که داخل نبردها استفاده میشه. این تسک ها رو اینجا ببینید، اینها رو پر بکنید، اینا خیلی مهمه، اصلا کلا واسه اردراپ ها انجام تسک ها بسیار مهمه. یه نکته دیگه در مورد داشبورد هستش. ما الان قسمت داشبورد 2 تا ولت رو بهش معرفی کردیم، یعنی وقتی خارج میشین مجدد میخوایم برگردیم برین داخل داشبورد. الان من مجدد وارد داشبورد میشم، این قسمت کلیک میکنم، این قسمتی که ولت ها هستش میبینید که دیسکانکت شده. این جای نگرانی نداره و یه جورایی باگ رباته و شما اگر که مجدد روی این قسمت ولت که خالی نوشته روی کانکت ولت بزنید، اوکی ایکس که انتخاب بکنید، الان میبینید اگر که اینجوری میشه به خاطر اینکه اوکی ایکس من کامل ازش خارج شدم. ویدیو رو استاپ میکنم، اوکی ایکس رو فعال میکنم، مجدد اینجا کلیک میکنم. خب من از این قسمت خارج شدم، رفتم توی ولت اوکی ایکس هم باز نگرش داشتم، اینجا دوباره کلیک میکنم، ببینین وارد شد. پس هر زمان دیدین که وارد نمیشه مشکلش اینه. خب اینجا ببینید هنوز اطلاعات من موجوده، پس دیگه جای نگرانی نیست از این بابت. باز تون ولت هم همین قضیه است. خب خارج میشیم دیگه. فکر نمی کنم نکته ای رو جا گذاشته باشم و امیدوارم کلیه سوالاتون رو با این ویدیو پاسخ داده باشم. به هر حال اگر از این ویدیو راضی بودید، این ویدیو رو به اشتراک بذارید، واسه دوستاتون بفرستید و امیدوارم که به کارتون اومده باشه. اگر هم از این ویدیو راضی بودید، لایک، سابسکرایب فراموش نشه و ما رو در کانال تلگرام حمایت بکنید. موفق و پیروز باشید.